به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما. امیدوارم که حالت خوب باشه. مصطفی جان هستم، مدرس اقتصاد. امروز اومدیم با یکی دیگه از مباحث بسیار مهم کتاب اقتصاد در خدمتتون باشیم با عنوان مبحث مرز امکانات تولید. یکی از مباحث بسیار مهم و بگم که نسبتا ساده کتاب اقتصادتون که با 3 تا نکته که به شما تو این ویدیو آموزشی خواهم گفت دیگه مشکلی در این بخش نخواهی داشت و به راحتی میتونیم بیا به تست های این بخش پاسخ بدیم. اما قبل از اینکه وارد مبحث بشیم ازت میخوایم که سابسکرایب گوشید رو فعال کنی و ما رو دنبال کنیم و همینطور ما رو از نظرات ارزشمندت آگاه سازی و اگر از این مطلب و از این کلیپ آموزشی خوشت اومد لایکش کنی و برای دوستانت و رفقایت این ویدیو آموزشی رو ارسال کنی. خب با همدیگه بریم این مبحث رو شروع کنیم. فقط بهت میخوام که نکاتی رو که بهت میگم به دقت گوش کنی و اگر خواستی به خود یادداشت برداری کنی تا در مواقعی که لازم شد در ادامه سال تحصیلی ازش استفاده کنیم. حالا من میگم فقط روی صحبتم با بچهای کنکوری نیستش، حتی بچهای دهم انسانی هم میتونن بیان از این کلیپ آموزشی استفاده کنن و در امتحانات نهایی و آزمایشی که شرکت میکنن بتونن درصد خیلی خوبی از این بخش اقتصاد به دست بیارن. خب حالا بریم وارد مبحث بشیم. مرز امکانات تولید، یعنی کارمون تو این مبحث با تولید درگیره. میخوایم بیاریم 2 تا محصول تولید کنیم، خودکار و غلطگیر. خب یک شرکتی میخواد بیاد با منابعی که در اختیار داره 2 تا کالا، 2 تا محصول به نام خودکار و غلطگیر رو تولید کنه. در چه نقاطی؟ در نقاطی که اینجا مشخص کردیم: الف، ب، الان جیم، دال، ه و وا. میخواد بیاد دست به تولید بزنه. باید بیام ابتدا تک تک این نقاط رو بررسی کنیم و بعدش به شما بگیم که چه اتفاقی در این نقاط رخ میده. اول برای شروع کار بریم سمت الف. نقطه الف روی محور خودکاره. به این معنی که اینجا شرکت اومده تمام منابعش رو برای تولید خودکار استفاده کرده. چقدر؟ 3000 عدد خودکار. حالا چقدر غلطگیر تولید کرده؟ چون توی محوره، این محور به معنای صفره، چه سمت عمودی چه سمت افقی. وقتی که نقطه روی محور باشه به معنای صفره. همینطور تو نقطه مثلا ه هم الان بررسی کنیم با هم دیگه که شبیه الفه اما برعکس. تو نقطه ه تولید کننده میخواد بیاد 1000 عدد غلطگیر تولید کنه در مقابل 0 عدد چی؟ خودکار. اما تو نقطه الف برعکسه، 3000 عدد خودکار در مقابل 0 عدد غلطگیر. پس الان باید یاد گرفته باشی که نقاطی که روی محور هستن بستگی داره کدوم سمت باشن. اگه سمت مثلا خودکار باشه خب تمام منابعش برای خودکار رفته و اون سمت قضیه میشه 0. اگه سمت غلطگیر باشه غلطگیر اون مقدارش که میشه 1000 عدد و طرف مقابل میشه چقدر؟ 0. حالا به چی گفته؟ به گفته 2500 تا خودکار تولید میکنه و 250 تا ارزم به حضورت که غلطگیر. تو نقطه جیم داره میاد 2000 عدد خودکار در مقابل 500 عدد غلطگیر. خب نقطه هم که بررسی کرده بود. دو تا نقطه
خیلی مهم داریم، واو و دال. ابتدا بریم دال رو بررسی کنیم. تو نقطه دال میاد، بکشیم به خود کج شد، حد وسط بین 1000 تا 1500. ما میگیم 1250 تا. خب 1250 تا خودکار تولید میکنه. در مقابل چی؟ این هم اگه بکشیم بیاد پایین، دال میشه حدود 650. ما میگیم 650 تا. خب 650 تا غلطگی. و نقطه واو اینجاست، میشه 2500 تا خودکار و حدودای 750 تا هم غلطگی تولید میکنه. خب همه این نقاط یه معنا و مفهوم دارن که الان بخوام ابتدا خواستیم بیام این نقاط رو معرفی کنیم که به چه معنا و مفهومی هستن و تو ادامه بهت بگم که اینا اصلا به چه کار میاد، یعنی چه معنی داره. خب اول بهت بگم که این منحنی که داری میبینی از الف کشیده شده تا نقطه ه، بهش میگن چی؟ منحنی مرز امکانات تولید. منحنی مرز امکانات تولید، یعنی میگن که منحنی مرز امکانات تولید همین بخش. خب دیگه شما الان دیگه تست به شما بدن، جلوتون بزنن دیگه متوجه شید که آقا این بحث منحنی مرز امکانات تولیده. 3 تا نکته داره. این 3 تا نکته رو یاد بگیری تموم شده رفته. اولش میخوام برم نکات روی محور رو بگم. ببین نقاطی که روی محور هستن، چه نقاطی الان بهت میگم؟ مثل الف، مثل ب، مثل جیم و مثل ه. نقاطی که روی محور هستن به این معنی که اون شرکت از تمام منابع تولیدیش برای تولید کالا بهره بردش، یعنی اومد تمام منابعش رو برای تولید خودکار و غلطگیر استفاده کردش. به این نقاط میگن چی؟ نقاط کارا. یعنی که شرکت اومده از تمام منابعش برای تولید بهره بردش. نقاطی که روی محور هستن، روی منحنی هستن، مثل الف، ب، ج و ه، بهش میگن کارا. اما نقطه واو چیه؟ اینجا خیلی مهمه، شاید اکثر بچه‌ها اشتباه کنن. نقطه واو میگه آقای مصطفی نژاد، شما که تولید کننده هستی، با توجه به منابعی که در اختیار داری نمیتونی به این نقطه برسی امروز. دقت کنید، امروز گفتم. شاید در ماه آینده، در سال آینده به این نقطه برسی ها، اما در شرایط فعلی رسیدن به این نقطه غیر ممکن یا غیر محاله. پس به این نقطه چی میگن؟ میگن غیر قابل دستیابی، غیر قابل دستیابی یا خارج از دسترس. نمیگم تا شرایط فعلی همون بحث منابع تولید، بحث منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی کمی داریم و نمیتونیم فعلا به این نقطه برسیم. پس رسیدن به این نقطه برای ما سخته، بهش میگیم خارج از دسترس یا غیر قابل دستیابی. یه نقطه مونده، اونم چیه؟ نقطه دال که اینجا میبینید. نقطه دال به چه معنیه؟ خب دقت کنید، نقطه دال درون مرز امکانات تولیده، بیرون از مرز امکانات مثل نقطه واو نیستش، درونه. یعنی چی درونه؟ یعنی ما منابع داریم اما از تمام منابع اون استفاده نکردیم. میتونستیم بیام یه خود جلوتر هم تولید کنیم مثلا میشه 1250 تا خودکار در مقابل 850 تا غلطگیر، اما اومدیم تو نقطه دال تولید کردیم. یعنی اینجا یه خود از منابعمون باقی موندش، از منابعمون به درستی استفاده نکردیم.
نقاطی که در درون مرز امکانات تولید هستن مثل نقطه دال بهش میگن چی؟ ناکارا. پس شما الان با این آموزشی که دیدی دیگه مرز امکانات تولید دیگه تو دستته، مثل آب خوردن. تستاش بیاد در کمتر از 20 ثانیه 30 ثانیه جواب درستش میرسی و دیگه خیلی خیلی سخت باشه در عرض 45 ثانیه. حالا ما تو اسلاید بعدی یه تست از آزمایشی آوردیم که قشنگ مثلا بازش میکنیم و ببینید که چقدر راحت میشه با یه تحلیل درست به جواب درست هم برسیم. پس یه بار دیگه مرور داشته باشیم قبل از اینکه به اون تست برسیم. گفتیم که آقا منحنی مرز امکانات تولید کلا سه نکته بیشتر نداره. اون چیه؟ بحث کارایی، ناکارایی و غیر قابل دسترس یا همون خارج از دسترس. نقاطی که روی این منحنی هستن مثل نقاط الف ب ج ه میشه میگن کارا. نقاطی مثل نقطه وا که بیرون از مرز امکانات تولید هستن بهش میگن غیر قابل دستیابی یا خارج از دسترس. و نقطه دال که درون مرز امکانات تولیدش میگن چی؟ ناکارا. چرا؟ چون اون شرکت از تمام منابعش برای تولید بهره نبردش. خب این از خلاصه از این مبحث مرز امکانات تولید که واسهتون توضیح دادم. بریم برای اسلاید بعدی که واسهتون چی آوردیم. یه تست از آزمایشی قلمچی آوردم و خواستم باهاتون اینجا کار کنم که ببینید چقدر ساده میشه به جواب درست رسید. خب تست چی میگه؟ میگه آقا این جدول یا این منحنی مربوط به شرکت فرضی که دو تا کالای A و B واسه ما تولید میکنه. A و B. حالا الف ب ج دال داره. بچه‌ها بارها گفتم و الان میخوام به شما بگم توی سوالاتی که الف ب ج دال یا الف ب ج دال ه داره 4 گزینه 5 گزینه حتی 3 گزینه الف ب ج داره، تو 95% سوالات و تستا میتونید با 2 تا گزینه به جواب درست برسید. این از کجا به دست میاد؟ از تمرین تکرار و تمرکز بالا. هر چقدر تست بیشتر کار کنید از یک مبحثی و عرضم با شما که تمرکز بیشتر داشته باشی و یه نگاه کلی به سوال بکنی میفهمی که کدوم گزینه راحت‌تر میتونه جواب درست برسی. حالا ما چون داریم به شما آموزش میدیم ابتدا میایم کل الف ب ج دال رو بررسی میکنیم، بعد به شما میگم که چطوری میشد با 2 تا گزینه به جواب درستم برسیم. خب آقا 2 تا کالای A و B، اینجا کالای B اینجا کالای A تولید میکنه. الف چی گفته؟ در نقطه ه. نقطه ه کجاه؟ اینجا. 700 تا کالای A تولید میشه و اینجا هم که خودش خط کشیده 200 تا کالای B. در مقایسه با نقطه ب چگونه است؟ نقطه ب کجای؟ اینجا. من رنگ مدادم عوض کنم خیلی قشنگ‌تر میشه. تو نقطه ب حالا بریم خط بکشیم نوشته میشه 800 تا کالای B و ازم بوده شما که 400 تا کالای A تولید شده. پس میخوام چون میخوام مقایسه کنیم دیگه، میخوام نقطه ه رو با نقطه B مقایسه کنیم که چه اتفاقی افتاد. اینجا که یادتون باشه یه گریزی میخوام بزنم به مبحث درس سوم که یکی از اصول انتخاب درست بود چه هزینه فرصت که من توی کانال آموزش رو گذاشتم. هزینه فرصت اون چیزی که ما از دست میدیم برای انتخاب بهتر. خب این باید تو یادت باشه چون ما توی مرز امکانات تولید با مبحث هزینه فرصت کار داریم. حالا برسیم تو نقطه ه که بیایم با نقطه ب میخوایم مقایسه کنیم. ببینید تو کالای A اول مقایسه کنیم تو نقطه ه کالای A نسبت به نقطه B 300 واحد بیشتر تولید میشه بچه‌ها. 300 واحد چی؟ بیشتر. چون میخوایم ه رو با B مقایسه کنیم دیگه. تو نقطه ه کالای A از 700 تا اینجا مثبت میذارن که معنی که بیشتر تولید شده. و توی نقطه B کالای A چقدره؟ 400 تا. پس اینجا ما 300 تا کالای A بیشتر تولید کردیم. اما کالای B چی شدش؟ تو نقطه ه ما
200 تا کالای B داریم تولید میکنیم، اما تو نقطه B چقدر 800 تا. اینجا داریم 600 تا کمتر تولید میکنیم، یعنی منفی 600. یعنی داریم 600 تا کمتر نسبت به نقطه B ما کالای B تولید میکنیم. همین مقایسه کردیم، چقدر ساده. حالا ما داریم شما آموزش میدیم، اینقدر زمان میبره. شما وقتی خود یاد بگیری و این نکات رو یادداشت کنی یا ازم بزرگ که با تمرین تکرار زیاد تو ذهن بسپاری، تو آزمایشی و حتی کنکور خیلی سریع میتونی جواب درست برسی. حالا بریم گزینه 1 و 2 و 3 و 4 بخش الفش رو بررسی کنیم که چی میگه. میگه الف میزان تولید کالای A 600 واحد کمتر. اصلا اشتباه، همین الان به خط 300 واحد کمتر نیست، بلکه 300 واحد بیشتر. خب کالای A اینجا برعکس آوردش. به این گفته تولید کالای A 600 واحد کمتر است و میزان تولید کالای B 300 واحد بیشتر. این عددش اشتباه بودش و گزینه یکم خط می‌کنه. هم با بررسی الفش. دو چی میگه؟ میگه الف میزان تولید کالای A 300 واحد کمتر است و میزان تولید کالای B 600 واحد بیشتر است. این انجام برعکس گفتش. خب اینجا عددا رو برعکس آوردش. این عددا درست بود، بحث کمتر و بیشتری شد، اشتباه بودش. پس گزینه دوم خط می‌خواد. ببینم الف ما دو تا گزینه 1 و 2 خط خودش، اصلا نرفتیم دنبال ب و ج ما داد. ببینید چقدر ساده و راحت. بریم بخوایم بررسی الف، دو تا گزینه 1 و 2 خط خورده. سه چی میگه؟ میزان تولید کالای A 300 واحد بیشتر است، تا اینجا درسته، و میزان تولید کالای B 600 واحد کمتر است. تا اینجا این درست. پس تو گزینه 3 فعلا الفش درسته. یک کوچیک بزنیم. 4 چی گفته؟ الف میزان تولید کالای A 300 واحد بیشتر است و میزان تولید کالای B 600 واحد. این هم که کپی الف 3 هستش، پس این هم درست. پس بچه‌ها جواب بین گزینه 3 و 4. ببین چقدر ساده، ما اومدیم فقط با الف دو تا گزینه حذف کردیم. بریم سراغ گزینه ب. ببین ما چی بگه؟ میگه اگر نقطه تولید کننده تولید بنگاه نقطه واو باشد. نقطه واو کجاه؟ اینجا. اومده تمام منابعشو برای تولید کالای A اختصاص داده. 800 واحد کالای A تولید کرده، در مقابل چی؟ 0 واحد کالای B. و بنگاه تصمیم میگیرد میزان تولید کالای A را به میزان 100 واحد کاهش دهد. یعنی 800 رو بکنه چقدر؟ 700. 800 رو بکنه 700. یعنی کم بشه دیگه، بشه 700. خب چه اتفاقی میفته؟ آنگاه کدام گزینه در رابطه با این تصمیم درست است؟ ببین بچه‌ها وقتی از 800 میاد به 700 تو نقطه واو ببین هیچ کالای B تولید نکردی، اینجا صفر بود دیگه، توی استاد قبلی توضیح دادم. اما وقتی که 100 تا کمتر تولید میکنه میاد چی؟ توی 700. توی 700 میاد نقطه ه، تو نقطه ه میاد 200 تا کالای B تولید میکنه. پس اینجا یعنی چی؟ اونجا همون چیزی که گفتن هزینه فاصل، یعنی اینجا 200 تا کالای B بیشتر تولید میکنه. خب اما درآمدی که میتونست مثلا بیاد از کالای A به دست بیاره 100 واحد کمتر، صرف نظر کردش دیگه. 800 میلیون 700 میشه چقدر؟ 100 واحد کالای A کمتر تولید میکنه. یعنی درآمدی که میتونست از اون 100 واحد کالای A تولیدی به دست بیاره صرف نظر کردش. حالا بریم 3 و 4 بررسی کنیم. کدام 1 و 2 که خط خوردش. تو گزینه B 3 چون هزینه فاصل از این تصمیم 100 واحد کالای A است که از تولید آن صرف نظر کردیم. تا اینجا این که درسته. باز اینجا B هم درست. 100 واحد کالای A کمتر تولید کردیم. توضیح 4 در این حالت تقاضای مشتریان برای کالای B افزایش یافته است. خب تا اینجا این هم درسته. میبینید در این حالت تقاضای مشتریان برای کالای B هم افزایش پیدا کردش. خب حالا جیم چی میگه؟ به ترتیب تولید در کدام نقاط کارا، ناکارا و غیر قابل دستیابی است؟ کارا،
ناکارا غیر قابل دستیابی. بچه‌ها گفته بودم که نقاطی که روی منحنی هستن نقاط هستن که کارا هستن، مثل الف ب جیم دال ه و واو. خب ه و واو. حالا من خود صفحه تمیزتر کنم. الف ب جیم دال ه و واو. خب این نقاط چی هستن؟ نقاط کارا هستن این نقاط. پس این میشن کارا. نقطه ناکارا چیه؟ نقطه ای بودش که در درون مرز امکانات قرار داشته. کدوم نقطه قرار داره؟ نقطه ی. این میشه ناکارا و غیر قابل دستیابی. این چی میشه؟ اونی که بیرون از مرز امکانات تولید داره، میشه نقطه ز. پس ز میشه غیر قابل دستیابی، ی میشه ناکارا و الف ب ج د ه واو هم میشه چی؟ کارا. حالا بریم گزینه 3 و 4 بررسی کنیم. یک و دو خط خود بودن، ما چون برای بهتر شدن این کار کردیم. تو گزینه جیم گفته واو ی ز. خب واو که کارا بود، یه هم بود ناکارا و ز هم بود که غیر قابل دستیابی. تا اینجا این درست. 4 چی گفته؟ گفته ز. ز که کارا نبودش، اشتباه. ببین جیم هم خط خودش، گزینه 4 هم خط میخواد. جواب میشه گزینه 3. ببین چقدر راحت میشه به جواب درست رسید. ز هست چی؟ غیر قابل دستیابی. اما آورد کجا؟ تو بخش کارا آورده، چون گفت به ترتیب. این بحث ترتیب رو دقت کنید. اول کارا، دوم ناکارا، سوم غیر قابل دستیابی. اینجا اول آورده غیر قابل دستیابی، بعد کارا، بعد ناکارا. یعنی قاطی قاطی شدش. پس اینجا که اشتباهه، جواب میشه گزینه 3. حالا دال چی گفته؟ کدام گزینه در خصوص هزینه فرصت انتقال از نقطه دال. نقطه دال کجاه؟ اینجا. نقطه دال اینجا که 600 تا کالای A و 400 تا کالای B تولید کرد. به B صحیح است. ببین باز دال رو با B مقایسه میکنه که B یه بار مقایسه کرده بودیم که 400 تا کالای A و ارزم بزرگ شما که 800 تا کالای B تولید کردش. میگه هزینه فرصت چیه؟ هزینه فرصت اون چیزی که ما از دست میدیم. خب تو نقطه دال 600 تا کالای A تولید میشه. اگر بیایم تو کالای B یعنی 400 تا کالای A تولید کردیم، یعنی 200 تا از دست میدیم. خب دیگه من دیگه وارد اون بحث الفش نشم. ببین همون جایی که ما از دست میدیم میشه چی؟ هزینه فرصت. چون داریم دال رو با B مقایسه میکنیم دیگه. همین تو کالای A وقتی مقایسه کردیم دیدیم که چیزی از دست دادیم. اون چیزی که ما از دست میدیم میشه چی؟ هزینه فرصتمون. که گزینه 3 بخش دال چی گفته؟ میگه هزینه فرصت تولید 400 واحد کالای B بیشتر. ببین اینجا چقدر بود؟ 400 دیگه. تو نقطه دال 400 کالای B تولید کردیم، اما تو نقطه B شد چقدر؟ 800 تا. یعنی 400 تا ما بیشتر تولید کردیم. برای اینکه 400 تا بیشتر کالای B تولید کنیم، از 200 تا کالای A صرف نظر کردیم. اون چیزی که ما صرف نظر کردیم میشه هزینه فرصتمون. صرف نظر 200 واحد کالای A است. همین راحتی. به جواب درست ما رسیدیم، گزینه 3. حالا اون چیزی که من میخواستم بگم، شما میتونستی بیای هم با گزینه الف و جیم یا جیم و دال، اون دو تا گزینه که گفتن الف ب جیم دال، با دو تا گزینه جواب درست برسی، میتونستی به جواب درست برسی یا با الف و جیم یا با جیم و دال. خیلی سریعتر و در کمترین زمان ممکن میتونستی بیای به جواب درست هم برسی. خب این از این تست آزمایشی که واسه تحلیل خیلی قشنگی کردم که تو خیلی راحت و خیلی ساده یادش بگیری. امیدوارم که
نکات خوبی رو از این بخش یاد گرفته باشی. اینم خلاصه ای از اون مباحث بخش الف ب جیم دالی که واسه اینجا آوردم که بدونی چی به چیه. امیدوارم که نکات خوبی از این بخش آموزشی یاد گرفته باشی. در روزهای آینده منتظر کلیپ های آموزشی دیگه من باشین. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم تا دیداری دوباره. خداوند یار و نگهدارتون.